دوستان عزیز در شهر سرافشان دیهای روگون قرار داریم. 19 سپتامبر است. با شما انگوری باباگی کهنه قدیمی خودمان انگور با نام صاحبی رو پیشنهاد میکنم. من انگور صاحبی است. من چشیدم، من باز میچشم. بسم الله الرحمن الرحیم. این یک انگور مزه خود رو دارد. این انگور مزه خود رو دارد. بینید با مزه قرص میکند و شیرین خیلی دانه دارد. یک مزه طعمی نغزم دارد. کوسمو این انگور تنها و تنها در همین سرافشان ماندگی داره. دیگه چون ندیدم من. قدیمه ده انگوری. قدیمه ها؟ قدیمه. همه جا بسیار نه ساخت انگور. این آدمای قدیمه میشناسند این انگورا. صاحبیه. بازار به برای اکثر آدم‌ها طایفی میگه اوشو. بعد خرید ندارد لیکن بازار با. خرید میفهمه دیگه میخرن که قیمت با. میفهمه دیگه. دینا بازار کفتر هم میگن. دلی کفتر هم میگن مینا. دینا بازار بردم 15 سومانی گرفت. من همین انگورا. فروشنده. فروشنده نه خریدارو. خریدارو. همین کلان سولو میشناسه. عمدش اتاق یوشا اعتبار نمیده طایفی فته گذاشته مونده میبره. این رو اکنون رکلامش بسیار سخت کردن در کار. صاحبی من ببینید دیدید این خوشش بسیار وای میشه. جوس میشه. زیچ میشه است منه. بسم الله الرحمن الرحیم با. قدر با مزه انگور. همدیران عزیز انگورهای باباگی که ما داریم صاحبی، تکابی، چرس، جوسی راحتی این یکی از بهترین انگورهای دنیا می باشد که شیریناکی و قندناکیشون از همه بلند هستند. ببینید چه بسیار بس است کریم سول. اینا با من کانده جاکل کام کردگی. همدیران عزیز درباره انگور محلی ما چی گفتنی داشته باشید گپ زنید. در پناه خدا باشید. با گروه انگور آبا باشید.